بیماری‌های هستند که وابسته به گرمی هوا علاقمند است و پیش از همه در موسم گرما استعمال آب خیلی زیاد نسبتی بگیم که هر یک شخص وجود دارد، چون که وقتی که استعمال نوشاکی خیلی زیاد می شود در بسیار حالتها از آبهای به طلبات جوابگو نبوده استعمال میکنند که این باعث پیدایش بیماری‌های دامنه، اسهال خونی، زرپروین، بیماری‌های درون راه میگردند و بیشتر در بین کودکان و نورسان، چون که آنها بیشتر در حرکت هستند و بسیار کودکان در حالت بی‌نظارتی از آب‌های جویبار و کانال و عریق‌هایی که به طلبات جوابگو نیستند استعمال میکنند و بعداً آبازی زیاد در وقت آبازی البته ما میخواهیم مقداری آب هم به ارگانیسم وارد میشود. همین اینا سبب پیدایش بیماری‌های و موسم گرما علاقمند میباشند. دیگر اینکه استعمال هنگام موادهای غذایی که امروز در جاهای ناموافق زیر آفتاب، جاهایی که به طلبات‌های سانیتری جوابگو نیستند، اینها میتونند سببگار پیدایش بیماری‌های موسمی گردند.